خب علی دایی به بازی میره. با شماره 11 در تیم منتخب دنیاست علی دایی. افتخاری است برای فوتبال ایران حضور بهترین گلزن فوتبال جهان در ترکیب یاران تیم منتخب دنیا. یه فرصت برای تیم منتخب جهان، یک ضربه زیبا از علی دایی و دیرک دروازه است که نمیذاره توپ به دروازه بره. کار قشنگی بود که انجام شد و یک صحنه بسیار زیبا از علی دایی که چندین بار هم تا حالا در تیم‌های منتخب جهان و منتخب آسیا بازی کرده. واقعا خوشحالیم از این که چهره استثنایی فوتبال ما هم در این میدان بزرگ در کنار ستاره‌های بزرگ فوتبال دنیا حضور داره. هم حضورش هم این درخششش باز هم اعتباری دیگر برای فوتبال ایران به دنبال داره. لئوناردو به علی دایی میده توپو. دایی صاحب توپ حالا به عمق خط دفاعی تیم منتخب آفریقا. 2-1 تیم منتخب آفریقا با لباس‌های سفید رنگ در مقابل منتخب جهان با لباس‌های مشکی رنگ جلوی. علی دایی هم صاحب توپه، فرصت داره و سمت دروازه هم میره، شاید هم گل بتونه بزنه. یه پاس گل میندازه، فرصت هست و توی دروازه. با پاس گل علی دایی نتیجه مساوی میشه با گل رودگولیت. لئوناردو، بوتراگوئنو و علی دایی همراه با رودگولیت. 4 ستاره از کشورهای مختلف جهان، از برزیل، اسپانیا، هلند و جمهوری اسلامی ایران. اینم چهره علی دایی که پاس گل دوم تیم رو داد. نیمه دوم مسابقه منتخب جهان و منتخب آفریقا رو با هم شروع می‌کنیم. لئوناردو برای علی دایی، اعلام آفساید میشه از علی دایی. دایی هم درگیر با دانیل آماکاچی که مثل قبل هم با شماره 14 بازی میکنه. یه فرصت، حالا موقعیت برای تیم منتخب دنیا. دایی یه بار یه پاس گل داده، این بار چه کار خواهد کرد؟ میخواد خودش بزنه، میزنه، خوبم میزنه و ژاکسونگو توپو در اختیار میگیره تا دایی به گل نرسه. بهترین گلزن جهان، ما هم دوست داریم که در این بازی گل بزنه و بتونه دروازه تیم منتخب آفریقا رو باز بکنه. در این اول واقعا یه موقعیت گل خوب داشت که اونو پاس گل داد و دیدید که پاس گلش هم به ثمر نشست و دروازه توسط رودگولیت باز شد. کریستیان کارنبار از دنده رو شروع میکنن. به دایی خواهد رسید یا نه؟ بله، به دایی میرسه. حالا فرصت خوب برای کاپیتان سابق تیم ملی ایران علی دایی، پاس عرضی میندازه، فرصت هست، به اون سمت زمین میبرن تا شاید بتونن با استانت باز هم برای علی دایی موقعیت بسازن. موقعیت حالا برای دایی که نمیذاره بازی کنه تیم سپید که دایی ضربه خودش رو بزنه. خوبم بازی کرده تا اینجا، دونده تر از هر یک از بازیکنان تیم منتخب جهان.